چنگیزخان با نام اصلی تموجین در سال 1162 میلادی در مغولستان به دنیا آمد. او از همان کودکی زندگی سختی داشت. پدرش، رئیس قبیله، زمانی که تموجین 9 ساله بود، مسموم شد و قبیلهاش او و خانواده‌اش را ترک کردند. او با گرسنگی، خیانت و شرایط سخت طبیعت دست و پنجه نرم کرد و مجبور شد برای زنده ماندن بجنگد. در نوجوانی، تموجین به تدریج شروع به متحد کردن قبایل مغول کرد. در این مسیر با خیانت دوستان و دشمنی‌های قبیله‌های رقیب روبرو شد، اما توانست با استراتژی و هوش نظامی خود دشمنانش را شکست دهد. در سال 1206 پس از سالها جنگ و مبارزه، تمام قبایل مغول را متحد کرد و عنوان چنگیزخان به معنی حاکم جهانی را به دست آورد. چنگیزخان بعد از تثبیت قدرت در مغولستان، چشم به سرزمین‌های دیگر دوخت. او ابتدا به چین حمله کرد و سلسله جین را شکست داد. سپس به سمت غرب رفت و خوارزمشاهیان را نابود کرد. شهرهای بزرگی مانند بخارا، سمرقند و نیشابور یکی پس از دیگری به دست مغولان افتادند. ارتش مغول به دلیل سرعت بالا، انضباط شدید و تاکتیک‌های جنگی بیرحمانه شکست‌ناپذیر به نظر می‌رسید. اما چنگیزخان فقط یک جنگجو نبود. او قوانینی وضع کرد که به یاسای چنگیزی معروف شد. این قوانین بر اساس نظم، عدالت و وفاداری بود. او جاده ابریشم را امن کرد، تجارت را رونق داد و سیستم پستی منظمی ایجاد کرد که پیام‌ها را در سراسر امپراتوری منتقل می‌کرد. در سال 1227 چنگیزخان درگذشت، اما فرزندانش راه او را ادامه دادند و امپراتوری مغول را حتی گسترده‌تر کردند. امپراتوری او به یکی از بزرگترین امپراتوری‌های تاریخ تبدیل شد که از چین تا اروپا امتداد داشت. چنگیزخان یکی از بحث‌برانگیزترین شخصیت‌های تاریخ است. برخی او را یک نابغه نظامی و بنیانگذار یک امپراتوری بزرگ می‌دانند، در حالی که برخی دیگر او را یک فاتح بیرحم و ویرانگر تمدن‌ها می‌شناسند. به نظر شما چنگیزخان یک قهرمان بود یا یک ویرانگر؟ نظراتتان را در کامنت‌ها بنویسید.